جسد او را با جراحت‌های گوناگون خلنده برانده که علامت جنایت یک دو کوشه دیگه طرف گردن چپ بزنم. در تاجیکستان همه چیز خریده و فروخته می شود، از آن جمله آزادی انسان. و این سیستم را که با وجود آورد حکومت جمهوری تاجیکستان و عبدالمنان سابق عظیمان قربانی همین سیستم شد، برای آنکه تا به امروز ما تنها اسم دو قاتل را میدانیم، در صورتی که سرچشمه‌های ما در مقامات قدرتی میگویند که در همین پرونده نام چندین نفران دیگر هست، از جمله کسانی که در زندانی کردن فرزند عبدالمنان دست داشتند و بعدا حالا از مقامات بیرون رفتند، دیگر کار نمیکنند.